مدرسه‌ای دانش آموزان را با اتوبوس به اردو میبرد. در مسیر حرکت اتوبوس به یک تونل نزدیک می شود که نرسیده به آن تابلویی دیده می شود. حد اکثر ارتفاع 3 متر. ارتفاع اتوبوس هم 3 متر بود، ولی چون راننده قبلا این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل می شود. اما صف اتوبوس به صف تونل کشیده می شود و پس از به وجود آمدن صدایی وحشتناک در تونل توقف می کند. پس از آرام شدن اوضاع مسئولین و راننده پیاده شده و از دیدن این صحنه ناراحت می شوند. پس از بررسی اوضاع مشخص می شود که یک لایه آسفالت جدید روی جاده کشیدند که باعث این اتفاق شده و همه به فکر چاره بودند. یکی به کندن آسفالت و دیگری به بکسل کردن با ماشین سنگین دیگر، اما هیچ کدام چاره ساز نبود تا اینکه پسر بچه‌ای از اتوبوس پیاده شد و گفت راه حل این مشکل را من می‌دانم. یکی از مسئولین اردو به پسر میگوید برو بالا پیش بچه‌ها و از دوستانت جدا نشو. پسر بچه با اطمینان کامل میگوید به خاطر سن کم مرا دست کم نگیرید و یادتان باشد که سر سوزن به این کوچکی چه بلایی سر باد کنک به آن بزرگی می آورد. مرد از حاضر جوابی کودک تعجب کرد و راه حل را از او خواست. بچه گفت پارسال در یک نمایشگاه معلممان یادمان داد که از یک مسیر تنگ چگونه عبور کنیم و گفت که برای اینکه دارای روح لطیف و حساسی باشیم باید درونمان را از هوای نفس و باد غرور و تکبر و طمع و حسادت خالی کنیم و در این صورت می توانیم از هر مسیر تنگ عبور کنیم و به خدا برسیم. مسئول اردو از او پرسید خب این چه ربطی به اتوبوس دارد؟ پسر بچه گفت اگر بخواهیم این مسئله را روی اتوبوس اجرا کنیم باید با لاستیک های اتوبوس را کم کنیم تا اتوبوس از این مسیر تنگ و باریک عبور کند. پس از این کار اتوبوس از تونل عبور کرد. خالی کردن درون از هوای کبر و غرور و نفاق و حسادت رمز عبور از مسیرهای تنگ زندگی است.